قراره واسه دوستم احمد دکسا یه دونه گاراژ مخفی واسه ماشینش بسازه، ولی این وسط یه مشکل بزرگی داشتیم. چرا؟ چون احمد پول کافی واسه این کارو نداشت. ولی تو این ویدیو قراره که به این هدفمون برسیم که ناگهان احمد داره زنگم میزنه. سلطان واسه ببینم. الو کجایی علی؟ احمد حاجی بدبخت شدم. شده؟ ببین به گل نشستم، روزگارم سیاه شد. کجایی حاجی؟ چطور؟ اوی آروم مگه چی شده؟ آقا کجایی؟ الان میشه جواب منو بدی؟ الان من دارم رد میدم حاجی. خونه تو دوست بوده، دوست دخترت بهت خیانت کرد. چی شده؟ داستان چیه؟ بدتر بابا بدتر. کجایی؟ بابا تو شهرم دیگه، تو دنیام کجا باشم؟ ببین یه لوکیشن میفرستم 2 دقیقه‌ای بعد خودتو برسونی. باشه اومدم، باشه فهمیدم، به قرآن فهمیدم. وای بدبخت شدم حاجی، بدبخت شدم. این علی گریزی کجاست؟ اگه اومد حالا صبح شد. بس ببینم اینجا چه لوکیشنی که احمد فرستاده. کجاست احمد؟ داره زندگی داره میکنه؟ چیه داستان اینجا؟ بچه علی اومد. شمام گاراژشه. علی بدبخت شدم. علی کجا بودی حاجی؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ چی شده؟ بیا اینجا ببینم. به خاک سیاه نشستم حاجی. چی شو؟ این ماشینه خفن تو از که داری؟ اینا به درک عشق منو بردن. دیشب اومده عشق منو بردن، میفهمی؟ کدوم؟ بوگاتی؟ لورزو؟ چه ماشینی منظورته؟ بابا بوگاتی چیه؟ نیسان آبیمو بردن. نیسان آبی تو دزدیدن؟ الان این همه استرساری ببین یه نفر اگه اومده دیشب لوکیشن این گاراژ منو پیدا کرده، ریختن تو برداشتن بردن. حالا شال کن بابا. یه دونه نیسان آبی دیگه لامبورگینی تو می‌خواستن بدزدن، چیکار می‌کردی؟ سکته می‌زدی پس؟ آقا اینجا دیگه امن نیست، میفهمی؟ باید جابجا شیم. واسه چی باید جابجا شیم؟ چون که امن نیست اینجا، لوکیشنش لو رفته آقا جان. تو الان وسط شهر خب گاراژ گرفتی، خب معلومه دیگه لو میره دیگه. بعد درش هم 20 صاحب خب باز شد الان اصلا واسه من معلومه دزدیده میشه دیگه. کاش این لامبورگینی رو میبرد، کاش این پورشه رو میبرد. زرد دست گذاشت تو نقطه ضعف من. حالا اشکال نداره وایس. آروم آقا آروم باش. آقا یه کار میتونیم بکنیم. ببین من دوستم مهندسه، خب بهش میتونم زنگ بزنم. ببین بهش میگه آقا مهندس، خب میتونم بهش زنگ بزنم. یه کار میتونیم بکنیم، میتونیم تو دل کوه خب واسه یه گاراژ مخفی درست بکنه. یه همچین حرکتی واسه یکی از بچه‌ها انجام داده بود. به رفیق زنگ بزن، بگو هر چی زودتر یه گاراژ مخفی خوب برای من پیدا کنه. اوکی وایسا زنگش میزنم. زنگش بزنم الان زود باش. اون پیدا نمیکنه، میسازه ولی یه هفته درورده کاره، نگه نباش. بچا راستی چنل جدید ساب دارین یا نه؟ اگه ندارین این چنل فقط قراره توش ویدیو بازی بکنیم، پس حتما چنل ساب بکنین، نوتیفیکیشن آن بکنین که هر موقع ویدیو اومد برای باخبر بشین. خیلی دوستتون دارم. به ادامه ویدیو. آقا زود بدبخت شدم. زود آقا جان. بابا من الان چیکار بکنم؟ فر نمیده. یه لحظه کن. برداشت. آقا مهندس. من مهندس. علی جون چطوری؟ خوبی؟ نوکرم. چه خبر؟ سلامتی عزیزان. یکی از بچه‌ها خیلی نزدیک خب داره لاس میزنه. بگو دیگه. بابا بزن من یه ذره خالشو بکنم. مگه نمیخواد زیاد خزینه نکنه؟ خب بزن یه ذره خالشو باید بکنم. بکن بمال. عزیز دل من آقا مهندس. جون علی جون. بابا این دوتا دارن چیکار میکنن بچه؟ آقا واسه ببین دوست ما خب یه دونه گاراژ میخواد بسازه تو دل کوه. چقدر واسش آب میخوره؟ گاراژ تو دل کوه؟ حد اکثر قیمت رو بده. میگم ما 3 مدل گاراژ داریم تو دل کوه. یه گاراژ داریم رو بیابون، یه گاراژ داریم تو تپه، یه گاراژ داریم تو کوه. حالا باز هر کدوم از اینا نسبت به این که چقدر کوه باشه به نظرم بهتره. آره به نظر منم آره. بعد بهم بگو که این میخواد چقدر بره تو. یه لحظه گوشی بده من. آقا شما چه ربطی داری تا کجا میخواد بره تو؟ شما مگه مهندس نیستی؟ داداش من باید بدونم که چقدر بکنم توش. میکنم تو، شما بساز. آقا منم بکنم توش. گوشی بده علی. ماشینا رو دارم میگم. یه دقیقه از رو آیفون بردار. اینو بین خودمون بکنم تو خودش یا نکنم. آقا تو بگو هر جور خودت دوست داری. یه چیز تونل مخفی دیگه بهمون بده. اوکی خب علی جون در بهترین حالت براش بالای 10 میلیون در میاد. 10 میلیون دلار یا تومن؟ دلار حقیقتا دیگه داش علی. دلار یا ابوالفضل دیگه حد اکثر قیمت دیگه. درسته توش کنی با حساب کردم دیگه. باشه دمت گرم. بذار من بهش بگم. احمد حاجی راستش گفت 10 میلیون دلار. داری همچین پولی؟ داداش من یاری که امشب رو بریم یه جا دیگه کار کنیم. البته اونم در نمیاد. آره اون یه شبه در نمیاد، اون 1000 شب در میاد. چی بذار یه کار بکنیم. پیش لسه یه ماموریت چیزی ازش بگیریم، یه پولی چیزی بزنیم تو جیب. تو چی میگی اومده اینجا؟ برو بیرون.
یک کمک 1000 تومن به من بده برم یک آب ندارم بابا ندارم، زندگیم رو حواس. برو بیرون از گاراژ من، اینجا لو رفته خطریه. برو بیرون، مرتی که گدای خسیس. برو بیرون. برو احمد بیا سوار این لامبورگینیت بشیم بریم سمت لسه. بیا آقا اون لامبورگینی قرضیه، خب میتونی بیای سوار این چی؟ آره تو گفتی منم باور کردم. آقا برو بریم بچه. واه! آره حاجی یواش پشما. برو، گفتم قرضیه به جون مادرم. SEO. اونو بگی اوکی. یواش برو آقا، این کفه ماشین پایین. باشه با رفتم دارم میرم با بالا سب کشه اینجوری ماشین شب سری پر میکنه. تو ماشین رو نگاه چه رنگ قشنگی زدم، رنگ هدستم. چه رنگ قشنگ زدی تو، همین 10 دقیقه پیش به من میگفتی اجاریه. اجاره برای خودم اجاره کرد، قصه‌شو ندادم که. آدم دروغ بالاخره لو میره دیگه. تو زدی دهن ماشین رو سرویس کردی که. بیا جان بیا. آجی این لستر زندگیش نگاه کن چقدر به هم ریخته است، همیشه این بچه کثیفه. آقا لستر علیه سلام، بیا اینجا بوست بده ببینم کجا بودی شیطون. چطوری بابا لاشی؟ لارو میذاری جیبت دیگه سمت ما نمیایا. بابا چه پولی چه زندگی. آقا من میخوام یه سوراخ بزنم آجی، بعد نیاز به پول دارم. نظر چیه؟ شغلی چیزی؟ سوراخ آقا ولش کن. نه اشتباه علی داره بهش توضیح بده. میفهمونه. یه 10 میلیون پول میخوایم. خب الان کار ما چی سراغ داری واسه ما؟ 10 میلیون مگه کشک بادمجونه 10 میلیون؟ آقا هر چقدر ریسکش هم باشه هر چقدر باشه ما میپردازیم. 10 میلیون بذار ببینم. 10 میلیون اتفاقا سیمونزویش یادته؟ سیمونزو که میشناسی دیگه. لسه میتونی یه لحظه برگردی من پشت تو ببینم؟ اون پشتم چی کار دارید آقا؟ نه حاجی این که تخته حاجی. داشتم میگفتم سیمون دنبال اینه که دوتا ماشین مهم که توی گاراژ مخفی FBI هستش رو یکی براش بدزده و بهش تحویل بده، چون برای اون ماشینا مشتری داره از عربستان. اوه کوفت، بگو میدزدی یا نمیدزدی؟ 10 میلیون میدی یا نمیدی؟ من نفهمیدم آخر این کار انجام بدیم 10 میلیون تو کیسمون میره نه؟ گفته به ازای هر ماشینی که سالم برسه 5 میلیون میده. اوه دیگه آجی دوتا ماشین 10 میلیون دیگه. البته سیمیا یکم نمیشه بهش اعتماد کرد ولی اوکیه. باید کارو در آورد. اگه پول میخوای تنها چیزی که در این حد دارم همینه. ببین سیمون شب بکنه تو آه، اوکی. ولی بریم به جا 3-4 تا میدوز. اوکی آقا بریم. علی بپر پشت ماشین بریم. بدو دمت گرم لستر، میبوسمت. خدا چرا روکس بای به اینجا رو نگاه کن آجلی، رسیدیم بالاخره. اوه به آماده هستی دیگه؟ نه از اون مصاحبه میگیرم بعد قبول بشیم حتما. ان شاءالله که بتونیم شغل قبول کنیم. 10 میلیون دلار جیبمون میره آجی. آقا ببخشید استخدامی کجا هستش؟ بعد بره طبقه دوم. داداش میگم که قیافه شما یکم برای من آشناه، من شما رو یه جا دیدم. این برادر دوقلو همونجا میاد. علی اینجاست. بیا آقا سلام علیکم، خوب هستید؟ مایش. آقا ما میخوایم استخدام FBI بشیم. خب پس میخوای استخدام FBI؟ خب اسم علی فامیل گریزی. هدفت از اینکه میخوای FBI بشی چیه؟ من هدف اینه که ماشیناتو من هدفم اینه که به جامعه خدمت کنم. اگه رفیقت یه وقت با تیکاری خلاف مناف و بد بشه تو لوش میدی یا کمکش میکنی؟ لوش میدم 100%. تو خیلی آدم فروشی. خب خوبه دیگه، از جهتی واسه شما خوبه دیگه. آره درسته ولی آدم فروشی. خیلی خوب تو استخدام. برو بیرون بگو رفیقت بیاد. داداش میگم شما پسری یا دختر؟ پسری یا دختر؟ بابا برو احمد، برو داخل، برو سریع ببینم چیکار میکنی. سلام، خسته نباشی، خوب هستی؟ خب بیا اینجا ببینم پسر واسه خود استخدام شد. بله حال شما خوب هستی؟ قربونتون برم، مرسی. خب بهم بگو ببینم اگه یکی بیاد و سعی کنه به تو رشوه بده، مثلا 10 میلیون دلار بده و بگه به جاش منو لو FBI نده، چیکار می‌کنی؟ چه حاجی با کله نمی‌کنم 100% اصلا کار درستی حاجی. نه نمی‌کنم، نه 100% نه، لوش میدم. بریم احسن خوشم اومده، خوب جلو برو. آره آخه من یکم رو عدد 10 میلیون حساسم، نیست که زندگی به عدد گره خورده یکم استرسی میشم. تو هم استخدام بگو رفیقت بیاد. مرسی آقا. علی بیا تو بیا بله آقا. خب پسرم جفتتون فعلا استخدام به عنوان کارمند. بزن قدش. پسر خوب دارم گفت میخورم. بفهم. یا به بعدش دیگه با من نیست، میفرستمتون ساختمون اصلی FBI، جایی که تمام اتفاقات مخفی داخل اونجا.
از اونجا به بعد دیگه اونجا بهتون آموزش میدن اینجور رفتار. میبینمتون به این خدافظ. علا جان دمت گرم. مرسی مرسی مرسی. بنازم حاجی تیپون قشنگ گنگی شده. بیا سوار ماشین بشین بریم. آجی مطمئن همه مامورای اف بی آی سوار لامبورگینی میشن؟ ها نه ولی خب ما قش پولدارشیم. گرفتی قضا رو؟ ببین الان ما میتونیم وارد مقر اف بی آی بشیم. خب میریم سری داخل اون پارکینگشون. خب بررسی میکنیم. بعدش ببینیم که چی جوری میتونیم ماشینا رو بدوسیم. اوکیه؟ جی اوکیه، فقط اف بی آی نیفته دنبالمون یه قوز بالا قوز شه. نه اوکی نگران نباشید. اوجی ساختمون رو نگاه کن چقدر بزرگه. ببین من هر دفعه این ساختمون میبینم یاد رفیقام میفتم. یا طبقه 49 موندی. یا ابل اصلا تو بگی دست. راست میگی. آقا فقط یه کار بکن. بذار من حرف بزنم. آقا تو ناموسا سوتی میدی احمد. بذار من با یکی سر حرف بزنم. بابا چیکارش کنم دیگه؟ من تو زندگیم چند بار مأمور اف بی آی بودم آخه. آقا ببخشید شرمنده. اینجا گاراژ مخفی کجاست؟ ما اینجا مأموریت داریم سری بریم سمت گاراژ مخفی که ماشینا پارک شده. جناب شما بریم طبقه -2 تا اونجا بریم. اوکی دمت گرم قربونت. بیا اینجا. بیا بعد بزنیم طبقه -2. بزن. حاجی حواستو جمع کن، اینجا باید مأمور زیاد باشه یا اول فصل. گانتو بنداز. شک میکنم. باشه حل. اوکی بیا اینجا. اول فصل تو زندگیم -3 اف بی آی نیومدن دیگه. چقدر زیادن. بیا گاراژ اینجا سا. علی تعداد سکیوریتی زیاده. جی ماشینا رو نگاه کن یا خدا. آقا نیسان آبی طلایی ندارن؟ نه مثلا اینکه نیسان طلایی یه دونه اون برداریم برای خودم. ولش کن اینجا فراری و بوگاتی و نمیدونم بی ام و آیت اینجا ریخته بعد تو نیسان طلایی میخوای. تو اصلا میفهمی نیسان یعنی چی؟ نیسان ابهت داره. من 10 تا واسط نیسان آبی میگیرم. اوکی تو بیای بیرون حاجی بعد به لستر بگیم اینا چیکار باید بکنیم. الو لستر چطوری خوبی؟ آی جان. آقا اونجا ما رفتیم اونجا کلی سکیوریتی 4 تا ماشین هستش. ما الان 2 نفریم 4 نفر نیست ماشینا رو بدوزین. ایده چیزی داری یا نه؟ بزن همه رو بکشم مطمئنی؟ همه رو بکش. اوکی حالا ماشینا چیجوری بعدن 4 تا هستن. کارا رو بکن من یکی رو میفرستم با یه کامیون خفن ماشینا رو بتونی رد کنی. حل رواله. چی شد؟ چی گفت؟ گانو بعدو بعد بزنیم همشونو. چی اونا رو بزنیم؟ آجی دیوونه مگه؟ دیگه مجبوریم دیگه. بابا لستری چی نمیفهمه؟ بجون بعد بزنیم حاجی. 3 با دهنمون سرویس. بیا اینجا این 2 نفره. تو چپیه رو بزن من راستی. اوکی نه دیگه من راستی رو میزنم دیگه تو چپیه. 3 2 1 بزن. وای بجام بیا داخل. بیا دارم حمله دارم میکنن. من تک تکشون رو دارم میزنم. وایسا. تو رو بگیر آجی، تو رو نگاه کن. تو رو بزن من دارم میزنم حالا اینا رو. بیرون تموم شد. حاجی تیراندازیشون خیلی خوبه. همش داره برخورد میکنه به زرم. مأمور اف بی آی هم معلومه خوبه بابا، اینا آموزش دیدن. تمام احمد. نمیتونم یکی از این مانیتورا رو برم. چقدر مانیتور داره بابا ول کن. اینجا بوگاتی ریخته. تو با پولش 1000 تا مانیتور میتونی بگیری. واسه نه لسه چیکار کرد؟ واسه یه زنگش بزنم. لسه چی شد آجی؟ بجم آجیل همه جا به خطر در اومده. کلیره دیگه مطمئن؟ آره دیگه میگم آجیل همه جا به خطر در اومده. بابا میگه آجیلش در اومده دیگه. آجیلش هم در اومده دیگه. بذار بریم دیگه. اینو چوری بیاریم. نه آجیل نه آجیر. یه بوقی داره میزنه اینجا. برو در باز کن. سوار ماشین شو. بذار من بوگاتی رو بیارم آجی. وای بوگاتی تو زندگیم سوار نشدم. خودم او دارم. به نازم لسه. بیا سری ماشینا آجی بعد بچونیم اینجا. لسه سری بار رو برشون کن سری. من دارم میارم ماشینا رو. استر بودو دیگه. خوب کار نکنی. لسر بود چرا نمیدوه؟ دارم درد میکنه. خب یه دقیقه وایسا. اوکی بجام برو علی پلیس افتاد دوباره. برو یا اومدن. کجا برم؟ ایده داری؟ برو چپ. آره. ببین یه ایده دارم. آقا فکر ندارم ولی یه ایده دارم. چی؟ یه دونه تونل هست از زیر این شهر رد میشه. اونجا بریم هیچ کس نمیتونه پیدا کنه. چپ بابا ماشین سنگینی داره میکنه. 3 تا ماشین افتاده بابا روش. چپ ریدی دیگه. برو چپ. بابا وسط پارک نرو. وایسا مگه اون تونل رو نمیگه اونجاست. وایسا. آره. وای برو. رفتم توش. نه پشت سرمون دارن میان. وای اوه یا ابرفضل یه چیزی ترکید. وای وایسا نگران نباش همش تحت کنترل حاجی فکر کنم یکی از پلیسا رو گم کردیم. گاز بده. خوبه پرسم من کلن کسی نیست. حاجی صداشون دیگه نمیاد. صدا پلیس دیگه نمیاد. فکر کنم گمشون کردی به همین سرعت.
آره آجی دیگه نمیان آجی. وای شانس آوردیم. اوکی حالا بعد بریم سراغ سیمون همه ماشینا رو بفروشیم. به به بنازم به آجی ماشینا رو نگاه کن. بنازم. حالا بریم که سیمون چقدر قیمت میذاره روش. حاجی جان چقدر میخرین 4 تا ماشین پشت سر ما؟ یه قیمت ناموسن خوب بده. احمد جان میخواد یه میبینم که ماشین. بالاخره یکی پیدا شد که جرأت کرد این ماشینا رو بدزده. سیمیون جان من میخوام توش کنم آقا. برای این کار پول نیاز دارم. متوجهی؟ 10 میلیون به من میدی یا نه؟ جون تو کی ببین 4 تاشو ازت 8 برمی. نه آقا 8 نمیشه 15 خدا خیرشو بده. اومدی را نیا کچل. حاجی بیا علی یه لحظه بیا. با کنیم حاجی خیلی کم داره میده اینم. حاجی من به تو نگفتم این سیمیون آدم درست حسابی نیست. وایسا یه زبط باش را بیای. وایسا بذار من باهاش هندل میکنم. صبر کن یکم براش چیز کن بمال همین چیزو. کبم بهت یه سری خدمات پس از فروشم بهت میدیم. چقدر؟ این گفت من نگفتم. خودش گفت. خودش خدمات میده. من کاری نیست. ببین تاش ازت 11 همه رو بردارم. بیشتر جون تو نمیشه. اوکی 11 خوبه دیگه آقا. 11 عالی دمت گرم. میزنم به کارتت. حاجی 11 برداشت پشمام. فکرم 10 برمیداره. هه داداش توش کردن هزینه داره. خودم چوری زندگی کنم؟ بذار پس من زنگ بزن به آقا مهندس. زنگ بزن مهندس بگو توش کن داداش. اوکی باشه روال. خب برابکس همونطور دارید میبینی الان بچه‌ها دارن قشنگ کار دارن میکنن. زمینو دارن میکنن. سوراخ دارن میکنن. میخوام ماشینامو بیارم اینجا. ببین اشغال برای اینجا دیگه کسی پیداش نمیکنه. نه حاجی چه دودی بچه‌ها دارن قشنگ کو دارن قشنگ سوراخ میکنن. آقا کی این تو آماده میشه؟ چقدره؟ گفت یه هفته طول می‌کشه. یک هفته بعد. خب احمد جان آقا مهندس گفتش که آماده شده پروژه. به نگاه کن ناموسم. مهندس مثل که توش کرد. اوه حاجی چه خوب توش کرده. چی توش کرده اینجا نگاه کن. اوه بیا اوه مخفیگاه بتمنه که دره خود به خود باز میشه. اوه حاجی اینو با گاراژ قبلی مقایسه کنید بچه. چی شد؟ اینجا نگاه کن دوربین مداربسته داره اونجا. آره دارم میبینم. حاجی این خوبه دیگه. اگه اینو گاراژ قبلی داشت نیسانم. اینجا رو نگاه کن ماشینا همه جا قشنگ پارک شده. حالا تو منو میگه که علی گریزی این همش همین بود؟ میگم نه باید بیاین داخلم نگاه بکنید. اینجا بخش سورپرایز هم داریم. این دفتر کاره پس. یه بخشش گاراژی. چقدر خفنه. ویدیو یوتیوبت هم اینجا میتونی بگیری. خیلی خفنه. همه جا هم دوربین داره ماشاءالله. نگاه کن هر اتاق 10 تا. آجی پشمام اینجا رو. علی بیا اتاقو نگاه کن چقدر دوربین داره. همه دوربینا رو از اینجا کنترل می‌کنی آجی. قشنگ اینجا میتونه همه چی چک بکنه. فکر می‌کنی همش همین بوده. بیا این اتاق اون یکی رو چک بکن. انواع اقسام سلاح‌های سرد گرم. حالا بیا طبقه بالا بهت نشون بدم. طبقه بالا آره با طبقه بالا پایینم داره بابا. دوبلکس حاجی پنتاوس هم داره. مهندس واقعا مهندس بوده. نگاه چی ساخت تو دل کوه. نگاه کن. حالا تو دل کوهی ما بچا. دستشویی داره. باز میریم طبقه بالا. اینجا یه 100 تا خواب داره فکر کنم. حاجی دستشوییش اینه. دست آدم تو دستشویی زنده بکن. آقا از 0 تا چند میدی ناموسن به این 10 میلیون دلار؟ این ارزشش رو داشت خدا وکیلی. حاجی اینجا خیلی قشنگه. خب خیلی باحاله. خیلی بزرگه. ولی نیسان توش نباشه حاجی مفت نمیارزه خدایی. حالا بیا پایین. اینجا یه سورپرایز دارم اینجا. با احمد آماده سورپرایز هستی یا نه؟ سورپرایز چی بابا؟ اینجا خیلی خفنه. گفتم دیگه هیچی. منو سورپرایز بفرمایید. چی اینم از پشمام. اینجا رو نگاه کن. نیسان آبی خودم. آقا این همونه یا یه دونه دیگه اش آوردین؟ آقا مبارکت باشه. ولی بچه دکور این بود از این ویدیو. اگه از ویدیو خوشتون اومد و دوست داریم واسه یوتیوبر بعدی بریم و همچین چیزی درست بکنیم اسم یوتیوبر بعدی داخل کامنت ها بنویسید. و مرسی از احمد که اومد. قربونت برم. عشق منی. چاکریم بچه‌ها. خیلی زیاد دوستتون دارم. مرسی تا آخرین ویدیو رو تماشا کردید. حتی یه ویدیو دیگه میام میبینمتون. فعلا